شما در افغانستان، تاجیکستان، ایران و دیگر کشورهای دنیا زندگی میکنین و به زبان فارسی، دری و پشتو صحبت میکنین و قصد مسافرت و مهاجرت در امریکا دارین، پس این ویدیو بر شما هست. سلام دوستای عزیز، من عاطفه شریفی هستم. امروز میخوایم در راجع به تمام ویزایی که در آمریکا هست به شما به زبان بسیار ساده و عامیانه تمام شرایط و تمام ویزا رو بگم، تا اینکه بخیر اگه تصمیم داشتین با آمریکا یک وقت بیاین این که کدام ویزا به شما خوبه و چه طریق شما میتونین ویزا خود به دست بیاره. آمریکا ویزاها زیاد هست و من تمام ویدیوها گرفتم به شما حاضر کردم و اینا پارت میذارم و شما میتونید تماشا کنید و ببینید که کدام ویزا برای مناسب شما هست. عزیز، قبل از اینکه شروع کنم و راجع به ویزا معلومات بگم که من وکیل مهاجرت نیستم. تمام چیزایی که در این ویدیو و ویدیوهای آینده قراره من به شما بگم تمام اینا تجربه شخصی خودم بوده که در طی چندین سال رفت آمد در آمریکا من تجربه گرفتم که هر بار رفتم اشتباهاتی که انجام دادم در وقت ویزا گرفتن، از رفتن به سفارت و ویزاهای مختلفی که من داشتم و توسط ویزای مختلفی که در آمریکا من وارد شدم همیشه. میخوایم امروز راجع به تمام ویزاها، تمام مشکلات‌ها، تمام راههایی که بر من کمک کرد تا من زودتر ویزا خود بگیرم راجع به گپ بزنم که اگر شما بخیر قصد داشتین یک وقت به آمریکا بیاین و ویزا بگیرید، پس نیاز نباشه که شما پول گزافه بر وکیلا بدین یا به دفاتر مختلف به خاطر گرفتن ویزا. من امروز در این ویدیو تمام معلوماتی که به شما میدم تمام معلومات تجربه شخصی خود منه و اسمی که شما در جریان هستین. فعلا شرایط یک کم شرایط امریکا یک کم قانونا سختگیره و همیشگی نیه، در حال تغییر. شما میفهمید که شرایط تغییر، تمام ویزاهایی که هست شاید یک کم سختگیری ها فعلا با کسایی که در ایران زندگی میکنن یا در افغانستان شاید سختگیری ها برای فعلا هست، ولی همیشگی نیه. این باید بفهمید که پس دوباره به روند معمول و نرمال خوب برمیگرده و انشالله وقت شما میتونین هر قسم ویزایی که میخواین از این ویزایی که من امروز قراره همگی به شما خیلی ساده توضیح بدم و شرایط رو به شما بگم، شما میتونین باز انتخاب کنید. بخیر اگه قصد سفر و مهاجرت یا مسافرت به آمریکا داشتین میتونین از بین ویزاها یکی انتخاب کنید. از جمله ویزاهایی که به مایون بگم در این ویدیو، پارت اول ویدیو من راجع به استودنت ویزا یا ویزای محصلی هست. استودنت ویزا یا ویزای محصلی یا ویزای دانشجویی است که شما میتونین به خیلی سادگی ویزا خود بگیرین. قسم گفتم دیگه نیاز نیست شما برین به پیش وکیل مهاجرت، پیش دفاتر مختلف و پول گزافر برین تا اینکه شما ویزا بگیرین. به خاطر از اینکه من تجربه کردم و پیش وکیل مختلف رفتم و پیش دفاتر مختلف پول زیاد پرداخت کردم تا اینکه ویزا گرفتم و امروز قراره من تمام تجربه به شما خیلی ساده بگم که انشالله وقتی بخیر تصمیم گرفتین شما این ویدیو من نگاه کنین و تمام مراحل ببینین بخیر انشالله باز شما میتونین که ویزا خود به دست بیارین. استودنت ویزا شرایط خاص خود داره. مثلا اگه شما مجرد هستین و قصد دارین در امریکا درس بخونین یا قصد دارین در امریکا بیاین ولی استودنت ویزا یک راهی که شما رو داخل امریکا میکنه، شما میتونید توسط استودنت ویزا به امریکا بیاین، درس بخونین، بعد از درس تمامی درس شما میتونین جی سرکار بشین و وقت شما میتونین گرین کارت بگیرین که من به برنامه‌های بعدی یا قسمت‌های بعدی راجع به اون صحبت‌های دارم که حتما باز تقدیم حضور شما میکنم. شرایط استودنت ویزا چی هست؟ شما حداقل باید صنف 12 تمام کرده باشین. شما باید پاسپورت داشته باشین، چیزایی که طبیعی و نرمال و همگی دارن. شما باید پاسپورت داشته باشین، شما باید تذکره داشته باشین، کارت تولد، زبان فارسی زبان ما کارت شناسایی شما باید داشته باشین و 20 تا چیز داشته باشین و حداقل باید 35000 دلار در حساب شما باشه. به هر کشوری که زندگی میکنین فرق نمیکنه، افغانستان باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، استیتمنت بانک یا تاییدیه بانک میخوان که به حساب شما پدر یا مادرتان باید 35000 دلار باشه به تضمین از اینکه شما وقتی امریکا میایین توسط استودنت ویزا شما پولی دارین که شما یک جایی را کرا کنین، اونجا زندگی کنین. شما پول دارین به خاطر غذا خوردن و به خاطر دیگه چیزا، به خاطر مصارف زندگی. اونا میخوان مطمئن شن که شما پول دارین یا تضمین کنین که شما در آینده به وقتی که با آمریکا میایین شما سرسرک نمیمانین و میتونین از مصارف خود شما بده. و استیتمنت بانک شما میتونین داشته باشین و این که بعد از اینکه شما استودنت ویزا گرفتین و پول از بانک بیرون شه اونا چک نمیکنن، فقط هم استیتمنت یا تاییدیه بانک اونا حتما میخوان ببینن که به حساب شما مقدار پول هست. نباید
اون مقدار پول در طول زمانی که شما به آمریکایین و درس میخوانین اون مقدار نباید دست خورده بشه و اینا همچون حرفی نداره. مثلا شما میتونید استیتمنت بانک نشون بدین، کپی رو بفرستین و بعد از اینکه شما اکسپتیشن از کالج گرفتین دیگه او پول شما میتونین از بانک بکشین. مثلا این از شرایط بود. حالا من به شما میگم که شما باید چه قسم میتونین ویزا رو به دست بیارین. اولین قدم دارین، من در زیر ویدیو لینک میمونم. برکلی یکی از معروف ترین و ارزان ترین کالج ها در آمریکا هست که در کالیفرنیا هست. در اون کالج می لینک پایین میمونم، شما میتونین که با لینک برین و ایمیل بفرستین اگه واقعا قصد ازیر دارین که توسط استودنت ویزا به آمریکا بیاین. شما به این لینک که من پایین میگذارم شما رو از اون لینک آدرس کالج شما اونجا اسم و تخلص، چند ساله هستین، کجا زندگی میکنین، مثلا مکتب تمام کردین، دانشگاه تمام، رشته با آینده میخواین بخوانین، اینا رو ایمیل نوشته میکنین. یک کپی از پاسپورتتان، کپی از تذکره یا کارت شناسایی یا کارت تولدتان و کپی از صنف 12 که تمام کردین، کپی از دانشگاه که اگه دانشگاه به افغانستان، ایران، تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا که زندگی میکنین اگه از دانشگاه یا پوانتون خلاص شده باشین شما میتونین کپی از اون هم بگذارین و این ایمیل رو بفرستین به کالجی که به پایین لینک و معلومات کالج میمونم. شما میتونین این ایمیل رو بفرستین و بعد از اینکه شما این ایمیل فرستادین اونا به شما میگن که اوکی مثلا ما باید حالا ببینیم که انگلیسی شما به چی حده. شما یک تست خیلی عادی و ساده که شما حداقل اگه 30% انگلیسی هم داشته باشین کافیه. یک تست به شما یک لینک میفرستن، شما انجام بدین و بعد از اون میبینن که انگلیسی شما تا چی حده و آیا شما مثلا امی رشته که انتخاب میکنین برای خوندن آیا واقعا انگلیسی شما به مو حد هست یا نه و اونو میخواین فقط ببینن که انگلیسی شما در چی حده. یعنی حداقل شما 20 یا 30% باید انگلیسی یاد داشته باشین حداقل. بعد از اینکه شما او تست دادین و کالج میبینه که نمره شما خوبه و کالج به شما یک ایمیل روان میکنه و میگه که عمیق مقدار پول باید به حساب بانکی شما باشه به خاطر از اینکه شما بتونید به آمریکا بیاین و استودنت ویزا داشته باشین و شما باید یک کپی از استیتمنت بانک به ایمیل به اینا بفرستین و بعد از اینکه فرستادین شما فقط $50 پی میکنین یا پرداخت میکنین به خاطر اکسپتیشنتان به کالج و بعد از اینکه شما $50 دادین بر شما یک فرم به نام A20 یا A20 هست او به شما کالج میفرسته. از کالج یک اکسپتیشن گرفتین شما گرفتین شما 50% از راه خور آمدین و شما 50% فکر کنین که استودنت ویزا شما قبول شده تمام شده. اولین قدمی که بعد از این کالج اکسپتیشن برمیداریم اینه که شما به سفارتی که با اون کشوری که زندگی میکنین شما با او اپاینتمنت میگیرین یا وقت میگیرین. اگه خواسته باشین من میتونم با یک ویدیو هم درست کنم که شما چه رقم میتونین با سفارت‌های مختلف بر کشوری که زندگی میکنین و به خصوص به آلمان چیزی که خود من تجربه کردم میتونم ویدیو بگیرم و به شما معلومات بدم. شما به سفارت اپاینتمنت میگیرین یا وقت میگیرین و میرین به سفارت. به سفارت که رفتین امرای می فرمی که دارین شما او فرم تحویل میدین و اونا از شما بعضی چیزا پرسان میکنن، چیزای خیلی کلیدی و مهمی که باید دقت کنین. انشالله من یک ویدیو حتما جور میکنم درست میکنم و میمونم که شما وقتی به سفارت رفتین چی ها رو باید بگوین و از چی ها باید پرهیز کنین. یک ویدیو درست میکنم و راجبو هم گپ میزنم. شما که به سفارت رفتین امی فرم A20 که دادین بعد از چند تا سوال میکنن. باید بگم دوستای عزیز شما که به سفارت میرین آفیسر تا آفیسر فرق داره. بعضی وقتا شما میرین میبینین یک انسان با یک انسان فوق العاده خوب روبرو شدین و اونا هیچی از شما پرسان نمیکنن، امو A20 خور میدین و میگن که من قصد دارم برو میرشته بخونم تایید میکنن. بعضی اگه چانس خوب داشته باشی و باز جداگانه درست میکنم و میگم که چی چیزا پرسان میکنه و شما چی چیزا باید بگین و چی چیزها رو نباید بگین. باز حتما من یک ویدیو درست میکنم شما میتونین باز ببینین و انشالله یک کمک بزرگ میشه. اونا دو قسم راه هست که پاسپورت به شما برمیگردونن. وقتی پاسپورت از شما گرفت شما میتونین خوشحال باشین به خاطر از اینکه ویزی شما تایید شد. بعد از اینکه پاسپورت شما گرفت شما دو راه داریم یا دو گزینه که میتونیم انتخاب کنین. یکی که پاسپورت به در خانه شما میفرستن، یکی که یک محل دارن یا یک مغازه پست آفیسی که شما میتونین شخصا برین اونجا پاسپورت خود بگیرین و بعد از اینکه پاسپورت شما آمد دیگه بخیر شما میتونین تکت خود بکنین و بخیر برین به
آمریکا و با آرزو خوب برسیم. وقتی که شما به آمریکا میایین، ویزی شما آمد، تکت خود گرفتین، به خیر آمدین به آمریکا. دوستای عزیز، این باید بگم که شما به آمریکا میایین، وقتی که توسط استودنت ویزا به آمریکا میایین، شما از دولت هیچ نوع کمک و همکاری شما نمیگیرید. ماهانه و کالجی که درس میخوانید شما باید پول پرداخت کنین، خود شما اتاق کرایه کنین، با مو کالج یا دانشگاهی که درس میخوانین اونجا هست اتاقایی که به کرا میدن و همچنین شما میتونین حتی نزدیکای کالج شما میتونین خانه‌ای هست که برای معسلا هست، شما میتونین که هم اتاقی داشته باشین، اتاقای تقریبا ارزانتر میتونین کرایه کنین و زندگی کنین. و توسط استودنت ویزا شما پارت تایم اجازه دارین که کار کنین. وقتی که شما درس میخوانین و کنار درس خواندن شما میتونین 3 ساعت 4 ساعت در روز مثلا کم یا بیشتر شما میتونین به مو دانشگاه و یا اون پانتونی که درس میخوانین شما میتونین کار کنین، با کافی شاپ مو دانشگاه یا با جایی که رستوران مو دانشگاه شما میتونین کار کنین و پارت تایم کار کنین. این از این و تمام مصارف قسمی که گفتم خود شما باید پرداخت کنین. عزیز شاید بعضی شما سوال باشه و چیزی خیلی مهم قبل از اینکه فراموش کنم باید بگم که شاید حتما این بعضی شما برسه که چقدر مثلا ماهانه یا سالانه شما باید پرداخت کنین به خاطر درس خواندن. بستگی به اون رشته که شما میخوانین هست. مثلا بعضی رشته هست که واقعا شما باید پیسه یا پول خیلی گزاف بدین، از جمله رشته که خود من میخوانم رشته دندان پزشکی که سالانه حداقل من 100 یا 110 هزار دلار باید به خاطر او پرداخت کنم. و اصلا رشته های مثل زبان انگلیسی که خیلی شاید ماهانه یا سالانه شما نیاز باشه 6 یا 10 هزار دلار پرداخت کنین و پولی که شما به کالج پرداخت میکنین یا به دانشگاه دیگه بستگی به اون رشته که شما میخوانین بستگی به اون رشته داره. دوستای عزیز، امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشین. این بود از پارت 1 ویزای ما که ویزای شاگردی بود. فکر کنم تمام چیزایی که نیاز بود من گفتم راجع به استودنت ویزا و شما میتونین اگه سوال چیزی داشته بعضی شما سوال آمد که به این ویدیو نبود شما میتونین با کامنت ها نوشته کنین، من حتما میبینم و جواب میدم. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشین، ویدیو خوش شما آمده باشه. من بخیر راجع به تمام ویزایی که در آمریکا هست قسمی که گفتم ویدیو جور کردم و این اولین پارت هایی که کاتگوری ویزی که در آمریکا هست راجع به تک تک از اونها من ویدیو جداگانه جور کردم و این اولین پارت ویزای آمریکا بود. دیگه تقدیم حضور شما کردم. امیدوارم که معلومات کافی گرفته باشین، از ویدیو خوش شما آمده باشه. منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات سالم شما هستم. اگر سوال یا معلومات بیشتر راجع به یک چیزی که در ذهن شما فعلا رسیده که جواب شما به این ویدیو نبوده شما حتما در کامنت ها میتونید نوشته کنین. سوال خود من میخونم و جواب میدم و همچنین معلومات کامل راجع به کالج یا دانشگاهی که من گفتم در زیر ویدیو میگذارم. تشکر یک جان از اینکه بیننده ما بودین. چون ویدیوهای خوب و مفید راجع به زندگی در آمریکا میخواین فالو کنین، سابسکرایب کنین، نظرانی خور بدین و تشکر یک جان از تک تک شما. اوقاتتان خوب. خداحافظ.